سلام، چطورین بچه؟ حالتون خوبه؟ صبحتون بخیر. چرا صبحتون بخیر؟ چون الان تقریبا ساعت 6:30 صبح. تازه من نیم ساعت از شما عقب‌ترم. بچه خط خوب که آدم صبحشو با نرم افزار ایلاستریتور شروع کنه. حالا چه آموزش دادن، چه آموزش دیدن. 6 تا تریک میخوام بهتون میگم توی نرم افزار ایلاستریتور شاید شما بلد نباشید. تریک اول، شما نگاه بکنید یه شیپ دارم که داخلش پترن داره. کوچیک و بزرگش میکنم. پترن با شیپ من کوچیک و بزرگ میشه. میام اینجا توی آیکون اسکیل دابل کلیک میکنم. گزینه ترانسفورم پترن فعاله، ترانسفورم آبجکت هم فعاله. خب وقتی که این کار رو انجام میدم و شیپمو کوچیک و بزرگ میکنم، شما ببینید این اتفاق میفته. حالا اگر من دابل کلیک بکنم و اینجا نگاه کنید داره اتفاق میفته. حالا اگر من دابل کلیک بکنم و ترانسفورم پترن رو خاموش بکنم، فقط شیپم کوچیک و بزرگ میشه و پترن من در جا میمونه. برعکس چجوری اتفاق میفته؟ دابل کلیک میکنم، میگم که فقط پترن رو ترانسفورم کن، ترانسفورم آبجکت رو نمیخوام و اینجا میگم که پترن رو برای من کوچیک بکنه یا بزرگش بکنه. میبینید چقدر جالبه؟ خب حالا اوکی میکنم، میرم تو روتیشن، دابل کلیک میکنم، میگم فقط پترن رو روتیت بده. میتونه پترن رو فقط به من روتیت بده. این چیزی بود که احتمال میدادم شما ندونید و خب خیلی سوال میشه توی کلاس از من. گزینه بعدی چیه؟ گزینه بعدی اینه که شما یه شیپی دارید که تعداد زیادی انکر پوینت داره. حالا ترکیب کردید شیپ ها رو با هم دیگه، یعنی که خودتون رسم کردید با تعداد انکر پوینت بالا، حالا به چه دلیل نمیدونم، ولی میخوام انکر پوینت رو کم بکنیم. درسته میتونیم بریم منوی آبجکت و از اینجا توی دوباره منوی پث بیام اینجا سیمپلیفای رو انتخاب کنیم، ولی میخوام یه گزینه جالب‌تر بهتون میگم. ابزار پن رو انتخاب میکنم، زمانی که ماوس رو میبرم روی کدوم از این انکر پوینت ها، ببینید به من داره میگه که برات دیلیت میکنم یا ریموو میکنم. کلیک میکنم این اتفاق میفته، ولی ببینید شیپ من به هم میریزه، فرم من کاملا به هم میریزه. باید چیکار کنم این اتفاق نیفته؟ باید این کارو انجام بدم. بچه‌ها توی همون ابزار پن کلیک میکنم، نگه میدارم، اینجا دیلیت انکر پوینت رو میزنم. زمانی که میخوام روی اینها کلیک بکنم اینطوری پاکشون بکنم، شیفت رو قبلش نگه میدارم و میام اینطوری رندوم میزنم. شما ببینید شیفت رو نگه میدارم، کلیک میکنم و تا جایی که ممکنه برای من نگه میداره شیپ ها رو و فرم شیپ رو درست نگه میداره و تا جایی که ممکنه به هم نمیریزه. میبینید تقریبا این فرم من همون شکلی باید موند. اینم از من میبرم یه ذره تغییر میکنه، ولی تقریبا چیزی که باید باشه میمونه. بریم گزینه بعدی. گزینه بعدی همون شیپه ولی چیز دیگری میخوام بهتون آموزش بدم. نگاه کنید بچه‌ها، دور این شیپ ما باوندینگ باکس داریم. وقتی من این شیپ رو انتخاب میکنم دورش باوندینگ باکس ندارم. بعضی وقت براتون اتفاق میفته، زیاد اتفاق میفته براتون، به خاطر اینکه زیاد این سوال میشنم که این باوندینگ باکس ما کجاست، نمیتونیم شیپ رو کوچیک کنیم، بزرگ کنیم، اصلا ترانسفورم ها رو نمیبینیم. بچا کنترل شیفت بی این اتفاق براش افتاده. نگاه کنید میام منوی ویو، میگم که نمایش بده من باوندینگ باکس رو، کنترل شیفت بی یا شیفت کنترل بی کلیک میکنم و میاد. میتونیم هر اتفاقی دوست داریم توش رقم بزنیم. میریم سراغ قسمت سوم. یه ابزاری داره به اسم وید تول که توی دوره مقدماتی من درس میدن و بچه‌ها خیلی دوستش دارن، مخصوصا بچه‌ها که میخوان تصویرسازی بکنن با کرو ها و فرم ها. وید تول اینه. من میتونم چه کار بکنم؟ میتونم به وسیله این ابزار هر جایی از خط رو دوست دارم قطور بکنم، هر جایی دوست دارم نازک. مثلا میتونم این کار رو انجام بدم یا اینکه برعکس میتونم این کار رو انجام بدم. دو تا گزینه میخوام بهتون میگم. یکی این که من میخوام از یه طرف این اتفاق بیفته، خیلی ساده، آلت رو میگیرم و این کار رو انجام میدم. ببینید از یک طرف میتونم این کار رو انجام بدم. اما موضوع بعد اینه وقتی من دونه دونه اینا رو کوچیک و بزرگ میکنم، نگاه کنید من یه دونه اینجا اضافه میکنم، مثلا اینجا. وقتی ببینید چه اتفاقی، فرم خیلی به هم میریزه. نگاه کنید فرم خیلی به هم میریزه. باید چیکار کنم که این با تناسب این اتفاقات بیفته؟ فقط کافیه که یک گزینه رو فعال بکنم و اینکه هم با شیفت میتونم این کارو انجام بدم، همون گزینه رو فعال کنم. گزینه رو اول بهتون میگم. شما کافیه دابل کلیک بکنید روی خط به وسیله همین وید تول، این گزینه رو نکنید، میگه ادجاست میکنم تمام اون پوینت هایی که اد کردید روی خط. حالا من اینجا اگر اسکیل رو کوچیک و بزرگ کنم، میگم یونیفرم باش. نگاه کنید بچه‌ها همشون با هم با تناسب در حد. من دارم یکیشو کوچیک و بزرگ میکنم، ببین اندازه رو دارم تو یکی تغییر میدم، ولی همه با تناسب براشون اتفاق میفته. اگزاجریت یا همه چیز به هم نمیریزه. اینو اگه غیر فعال کنم شما ببینید چی میشه. خیلی گل درشت اون فعالیت رو انجام میده. این اتفاق با شیفت هم میتونه بیفته. نگاه کنید بدون شیفت من این کارو انجام میدم، با شیفت انجام میدم، همشون با هم دیگه عملا متناسب کوچیک و بزرگ میشه. میام سراغ گزینه بعدی که خیلی خیلی گزینه جنجالیه و مطمئنم ازش خیلی خوشتون میاد. من اینجا یه فرم دارم که توی اپیرنس میبینید که 3 تا استروک داره یا 4 تا استروک داره، 3 تا داره.
یه سبز روشن‌تر. آره ست استروک داره، یه دونه فیل داره که سبزه. من میخوام این رو از این حالت خارج بکنم، باید چیکار بکنم؟ باید اکسپندش بکنم. آبجکت اکسپند و خصوصیاتش رو درست اکسپند اپیرنس. ببینید چه اتفاقی افتاد. الان این خصوصیات خارج شد، حالا باید دوباره ماهیت اصلی شیپ رو به دست بیارم، یعنی همه اینا دوباره تبدیل بشن به شیپ. یه بار دیگه باید این رو اکسپند بکنم. اما این کارو میکنم، این چه اتفاقی میفته؟ وقتی اکسپند میکنم میگه فیل میخوای و استروک، میگم آره. ببینید چه اتفاقی افتاد. یه دنیا این تو خط به وجود اومد. من باید چه کار بکنم که اینا همه از بین برن و چیزایی که لازم دارم بمونه؟ کنترل شیفت F9 یا اینکه پث فایندر رو میارم. بچه‌ها یه گزینه اینجا داریم، نگاه کنید. این گزینه اسمش مرج. وقتی رو مرج کلیک میکنم تمام اتفاقهای هم رنگ که به هم وصل هستن و به هم وصل نیستن رو هم از هم جدا میکنم. ببینید چقدر ما اینجا خط و خطوط اضافه داریم. یه دونه کلیک میکنم روی مرج، تمام سبزهای تیره، سبزهای یه ذره روشن‌تر، خیلی روشن‌تر و خیلی خیلی روشن‌تر رو با هم دیگه یکی کرد. و اگر من این رو آن گروپ بکنم میتونم دونه دونه اینا رو بیارم بیرون. شما ببینید که همه اتفاقای هم رنگ با هم هستن. خوراک بچه‌هایی که میخوان تفکیک رنگ میکنن، مثلا برای چاپ سیل میخوان تفکیک رنگ میکنن یا چاپ‌های دیگری که این اتفاق درش استفاده میشه، خیلی خیلی بهشون کمک میشه. و اتفاق آخر سوالیه که 2-3 بار از من پرسیده شد ولی خیلی سوال فنیه و دوست دارم که در موردش توضیح بدم. یه دونه بلند داریم با یه رنگ اسپات. این رنگ یه رنگ اسپاته. ببینید توی سوئچ من رنگ اسپاته. درصد رنگش مهم نیست، مهم اینجاست که اسپاته. خورده به یه رنگ دیگه اون بلند این رنگ با این رنگ هیچ فرقی نمیکنه. در اصل رنگ این رنگ با این رنگ هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون جفتشون از یه رنگن. این یک تینت 10%، این یک تینت 100%. این بین چه اتفاقی میفته؟ آیا اینها هم تینت هستن؟ بله بچه‌ها، اینا هم تینت هستن. شما از یه تینت زدید به همون تینت دوباره، فقط مقدار تینت کم و زیاد شده. من این رو یه کپی میگیرم ازش، میگم آبجکت، اکسپندش میکنم. شما نگاه کنید شیپ های متعدد به وجود میاد. هر کدومش رو که انتخاب کنم اینجا تینت به من میده. نگاه کنید میگه 10% از این رنگه، یعنی رنگ اول. کلیک میکنم روی 25% از این رنگه. همینطوری میرم جلو. خب حالا سوال اینه که اگر دو تا اسپات رو به هم بلند بزنم چه اتفاقی میفته؟ من الان 2 تا اسپات دارم، یه دونه اینجا ساختم، یه دونه دیگه هم قبلا ساختم. این اسپات نارنجی که اینجا تینت ازش گرفتم، میگم که برو 100% شو، و این اسپات سبزم. اوکی، ببینیم چه اتفاقی میفته. آبجکت اکسپند و این رو اوکی میکنم. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ این توی رنگ تینت، دومی تینت نیست، سومی تینت نیست. اینجا چی؟ این تینت، دومی تینت نیست، سومی تینت نیست. خب ما توی چاپ می‌خوایم 2 تا اسپات کالر داشته باشیم، اینا ترکیب بشن با هم دیگه. بعد چه کار بکنیم بچه‌ها؟ باید کاملا این رو تفکیک شده ببری جلو. توی دوره پیشرفته من درس می‌دم قشنگ. باید اینو تفکیک شده ببری جلو. یعنی چی؟ یعنی مهم نیست که اسپات ها چه رنگی ان. من اینجا میتونم یه زرد بذارم که اسپات هم نباشه. میگم موضوع مفصله، فقط الان میخوام براتون به خیلی مختصر و مفید بگم. اینجا ماجنتا بذارم که اسپات نباشه. این دوتا رو جدا جدا خروجی بگیرم که فقط زرد ترکیب بشه با ماجنتا بعد از اینکه بلند رو زدم، و این دوتا رو از 2 تا رنگ اسپات توی دستگاه چاپ 2 تا رنگ ساختگی استفاده بکنم که میتونن داخل هم دیگه برن. فقط حواستون باشه زوایای ترام خیلی مهمه واسه این رنگی که دارید شما استفاده میکنید. مقدار خروجی، مقدار LPI که میگیرید خیلی خیلی مهمه که شما چطوری این کارو انجام بدید که این رنگا درست با هم ترکیب بشن و فرمی که میخواید داشته باشید. بحثش خیلی خیلی مفصله توی دوره پیشرفته. امیدوارم که صبحتون رو با آموزش خوشگل شروع بکنید. آموزش منم نمیبینید با ایلاستریتور شروع بکنید. شاد باشید، پیروز باشید. دمتون گرم. خداحافظ.